وقتی بیشتر از 3.5 کیلومتر بالای زمینی و دیگه راهی برای برگشت نداری دلت غنج میره، ولی وقتی میپری و زمین رو از اون بالا میبینی با خودت میگی وای چه قشنگه، اونقدرام که فکر میکردم بد نبود. بعد میری سراغ طناب چتر نجات که بازش کنی، ولی کابوست به واقعیت تبدیل میشه. چتری در کار نیست. حالا با سرعت حدود 200 کیلومتر در ساعت داری مستقیم به سمت زمین فرود میای و فقط 1 دقیقه وقت داری. فکر میکنی میشه کاری کرد تا جونتو نجات بدی؟ اینجا میفهمی چطور میشه بدون چتر نجات زنده موند. هر وقت زندگیت به یه چتر نجات بند باشه، همیشه یه احتمال 1 در 1000 هست که کار نکنه. ولی خراب شدن چتر به معنی مرگ نیست. متخصصای سقوط آزاد میگن راز زنده موندن اینه که توی اون لحظه درست واکنش نشون بدی. اول از همه باید بدونی چطوری فرم بدنتو توی هوا قرار بدی. میتونی یه کاری کنی که سرعت سقوطت کمتر بشه؟ و چرا افتادن روی یه سقف ممکنه بهتر از افتادن توی دریاچه یا رودخونه بزرگ باشه؟ مرحله اول، سرعت سقوطتو کم کن. مثل بقیه موقعیت‌های بقا بهترین کار اینه که همه چیزو آروم کنی. نفساتو کنترل کن تا اعصابت تند و عصبی نشه. فکرتو آروم کن و تمرکزتو از دست نده. و مهمتر از همه، سرعت سقوطتو کم کن تا روی زمین متلاشی نشی. برای این کار باید بدنتو به شکل یه ایکس باز کنی. دستا و پاهاتو باز کن. سینه‌تو به سمت زمین بگیر و کمرتو قوس بده به بالا. سرت هم یه کمی بالا نگه دار. این کار باعث میشه مقاومت هوا بیشتر بشه و سرعتت کمتر بشه. اینجوری وقت پیدا میکنی تا جایی که میخوای فرود بیای یا انتخاب کنی. مرحله دوم، توی آب فرود نیا. شاید اون حجم زیاد آب پایین پات نسبت به زمین سفت به نظر امن‌تر بیاد، ولی بهترین انتخاب نیست. افتادن توی آب شاید به همون اندازه افتادن روی زمین سفت خطرناک باشه. مثل بتون آبم فشرده نمیشه. واسه همین افتادن توی یه دریاچه مثل اینه که داری روی آسفالت فرود میای. حالا حتی اگه بتونی یه جوری حالت بدنتو درست کنی که ضربه کمتر بشه، بازم ممکنه از شدت ضربه بیهوش بشی و خب بیهوش شدن توی آب یعنی پایان کارت. پس بهتره یه جای بهتر واسه فرود اومدن پیدا کنی. مرحله سوم، به یه جای امن‌تر برو. واسه اینکه توی هوا بتونی از آب فاصله بگیری و بری سمت یه جای نرمتر، باید از یه تکنیک سقوط آزاد به اسم ردیابی استفاده کنی. دست و پاهاتو به بدنت نزدیک کن و باشون مسیرتو توی هوا کنترل کن. 3 جای خوب واسه فرود اومدن مرداب، برف یا بین درخت هاست. اینا میتونن سرعتتو کم کنن و شانس زنده موندنتو زیادتر کنن. مثلا اگه روی زمین سفت فرود بیای، سرعتت از 200 کیلومتر بر ساعت توی نیم ثانیه میشه 0. این ضربه انقدر سنگینه که دیگه کار تمومه. ولی اگه یه جای نرمتر فرود بیای، مثلا توی برف یا لای درختها، زمان کم شدن سرعت چند ثانیه طول میکشه و همین باعث میشه شدت ضربه خیلی کمتر بشه و احتمال زنده موندنت بیشتر بشه. اگه هیچ مرداب، برف یا درختی دور و برت نیست، بهترین گزینه بعدی اینه که دنبال یه چیز بزرگتر بگردی که جلوی سقوطتو بگیره. مثلا یه سقف یا حتی یه اتوبوس که خیلی محکم نیستن. واسه همین وقتی بهشون بخوری میشکنن و یه قسمتی از انرژی سقوطتو جذب میکنن. مرحله 4، روی پاهات فرود بیا. وقت تصمیم نهایی رسیده. جای فرودتو انتخاب کردی و دیگه وقتشه که برسی به زمین. بهترین راه اینه که نوک انگشته پاتو به سمت زمین بگیری و روی پنجهات فرود بیای. اگه داری فکر میکنی که این کار دردناکه، درست فکر کردی، چون واقعا دردت میگیره. هدف اینه که اگه اول با پا فرود بیای، بدنت زمان بیشتری برای کاهش سرعت داره. استخونای بلند پا و خود پاهات بخش زیادی از انرژی برخوردتو جذب میکنن. عملاً داری پاهاتو قربانی میکنی تا بقیه بدنت سالم بمونه. مرحله 5، از سرت محافظت کنی. چند لحظه قبل از فرود اومدنت سرتو پایین بیار، انگشته هر 2 دستتو پشت سرت قفل کن و آرنجاتو جلوی صورتت بگیر. این کار باعث میشه سرتو گردنت از ضربه حفظ بشه. بیشتر کسایی که از ارتفاع بلند مثل ساختمونا یا پلا میافتن، به خاطر ضربه شدید به سرشون جونشون از دست میدن. حتی اگه همه مراحل دیگر رو درست انجام بدی ولی با سرت بخوری زمین، هیچ شانسی برای زنده موندن نداری. پس سریع پوزیشن درست رو بگیر.
خب اینم از دستورالعملای سقوط. ولی هنوز کار تموم نشده. حالا قسمت سخت ماجراست که باید بفهمی کجایی و سریعاً کمک بگیری. ممکنه در ادامه بدشانسیت سر از جزیره کومودو در بیاری و بین این موجودات خطرناک گیر کنی. پس حتما این ویدیو رو نگاه کن تا یاد بگیری چجوری از جزیره کومودو زنده بیرون بیای.